عشق زیبا است اگر آن صمیمی و حقیقی باشد. زندگی کنار آنی که دوستش می‌داری زیباتر از آن است که تصورش می‌کنی. ترانه بخشیده می‌شود از نام کامران و عشق و زندگیش مولوده. یک روز کامران نوجوانی از هوس‌ها و عشق خود برایم قصه کرد. از فرق بین این هر دو، از عشقی که بعدی به احساسی و به دلی و به اهمیتی ها در قلبش برای همیشه جای گرفت. واقعا عشق مقدس است با اون شرطی که در آن پاکی دیده شود. من در ده زندگی میکنم و در دوران مکتبی با عشق و عاشقی گفتنی حرف تماما باور نداشتم. میگوید کامران خیلی بی اهمیت بودم. نسبت هیچ دختری حسی محبت در قلبم وجود نداشت و در بابت عشقم تصوراتی نداشتم. با دختران زیادی حرف میزدم اما بدون احساس، بدون دوست داشتن، بدون عشق. فکر میکردم عشق دروغ است اما نه. ما بر این پسرانی که خیلی ها را با احساسشون بازی میکنیم و خود به احساسیم خیلی سخت و صمیمی و فقط با یک نفر عاشق میشویم و این هم در عشق خود مردانوار ایستادیم. یعنی قلب خود را تنها با یک نفر و برای همیشه می سپاریم. خلاص مکتب را ختم کرده به شهر آمده دانشجو شدم و در دانشگاه نیز همین گونه ادامه دادم. دخترها در زندگیم می آمدند و می رفتند. هیچ احساسی نسبتشان نداشتم و با آمدن هیچ کدامشان نه شاد می شدم و نه با رفتنشان غمگین. یک روز با همسایه دخترمان با نام مولوده حرف زدم. دختر خیلی هم زیبا، هم گپگیر و هم نمازخوان و کتابخوان بود. فکر کردم او نیز مثل دیگرانشان مهمان قلبم است. می آید و می رود. احساس نسبتش نداشتم. با احساس و دل و زندگیش مثل دیگرانشان بازی می کردم. زمانی شد که دختر به اندازه دوستم داشت. با تمام حرفهایم می کردگی دختر گشت. اما من باشد نسبتش تماما بی پروا بودم. خلاص کورس 3 می خوندم که یک روز برای دیدن و صحبت کردن به خانه‌شون رفتم. می دانم که این یک خطای بزرگ من بود، اما متاسفانه مادرش آنجا ما رو با هم دید و همانجا به اختیار من به مادرش قائل شدم که دخترتون را دوست می دارم گفته و همین حرفم شد مهمون همیشگی قلبم. ابراز عشق به اختیاری این حرف دلم بود که زبانم بیانش کرد، ولی این همه مدت نمیدانستم که او در قلبم مسکن کرده است. با همین من دانشگاه را ختم کردم. زندگی و عشق دختر مجبورم کرد که به روسیه بروم تا کار کرده با چه مشکلی که نباشد دختر را به زنی بگیرم. روزی که باید میرفتم مادر دختر با بهانه دختر را بیمارخانه نزد خاله‌اش میفرستد و ما یک دیگر را نبینیم گفته. من افسوس میخورم که روزی اومدنم آن سیمای زیبای او را ندیدم و امانتی داشتم براش که آن رو هم داده نتوانستم. صد افسوس که هر کی که عشق پاک دارد در آن حتما رنج و عذابی هست. من برای با او رسیدن خانواده‌ام را حتی به داد آوردم. جایی شد که مادرم را مجبور کردم تا به مادر دختر زنگ زده راضیگیش را بگیرن. مادرم که مادر است و برای فرزند همه کارو میکند، وگرنه مادرم یک بار نه
10 بار به مادر دختر زنگ زد، اما هر دفعه جوابی رد گرفت. چون ما که از دیه بودیم، مادرش تنها راه دو را بهانه میکرد و خلاص. در اصل درک میکردم که مادرش به خاطر یک اشتباهی من مرا دیگر چشم دیدن نکرد. با خانواده هم بحث میکردم، مجبور میکردم که باز بپرسم، باز زنگ بزنم. اصرار میکردم که بجز آن دختر من کسی دیگر را نمیخواهم گفته. در واقع من عاشق آن دختر شدم، عاشق سرخمیش، عاشق صدرش، عاشق کتاب خوان بودن و خدا ترس بودنش، عاشق معامله خوب و احترامش، عاشق خاکساری و صدا و خنده هایش. من واقعا عاشق او شدم و بجز او کسی دیگری را کنار خود حتی تصور کرده هم نمیتوانم. بنابراین بازم تکرار به تکرار اصرار میکردم که تنها همان دختر را میخواهم گفتن و مادرم را وادار ساختم که بدون آگاهی خانواده دختر به خواستگاری بروند. با وجود اونی که طریق تلفن 10 بار جواب رد دادن، ولی مادرم به خاطر خوشبختی من باز هم رفتند. اما بازم جوابی رد گرفتن. دختر از شهر بود و ما از دیه و مادرش باز همون بهانه رو شروع کرد. چون دختر که یک فرزند خانواده شان هست، مادرش درست گفته راضی نشد. اما من آماده بودم و هنوزم هستم تا برای دختر رو به دست آوردن به کل دنیا بجنگم، به همه مقابل برایم و براش همه کارو بکنم. ما امروزها از هم 2 سال و 8 ماه می شود که دوریم، اما آمادم که تمام عمر انتظارش باشم و مادرش راضی شود. من فقط انتظار این لحظه. نمیدونم این چی است. این آتشی که قلبم رو می سوزاند و روز تا روز بیشتر می شود. نمیدونم چی است. از عشق دیده بیشتر و بیشتر. من وقتی به مادرش صحبت کردم مرا شنیدن نخواست، به خاطر همون اشتباه کوچکم که خداوند شاهد است اونجا بجز صحبت هیچ چیز نبود. هر یک مادر خوشبختی فرزندش رو میخواهد، اما چرا مادر او نه مرا و نه دخترش را درک نمی کنند؟ چرا بعضی والدان این گونه؟ یگانه فرزندش را من بیشتر از خودم با تمامی وجود و هستیم دوست داشتم. او را کل زندگیم ساختم. دیگر چی میخواهند که من نکرده باشم؟ حیرانم. من در هر نمازم از خداوند میخواهم تا مرا با او یک جا گرداند. همیشه برای این دعا میکنم. و امروز میانی ما بار نافهمی نشده است، چون ما هم دیگر رو خیلی خوب درک میکنیم و خیلی احترام میکنند. خیلی. پس چگونه دوست ندارم اونی رو که تمام خصلتم رو برداشت میکند، اونی رو که به هر یک سخنم اطاعت میکند، اونی رو که دلم رو نمیشکند، اونی رو که بی اندازه دوست میدارد و بار سویم صدا بلند نمی کند. او ارزنده است و اون عشق بزرگ قلبم ارزنده است. اون کلبه‌ای که در قلبم برایش ساختم هیچگاه اجازت نمی دهم که کسی خرابش کند. ولی مطمئنم که اگر ما با هم برسیم خوشبخت‌ترین عائله می گردیم. حتی شد حالت‌هایی که وقتی سخت پزمونش می شدم اشک گلو گیره می شد. این است نشانه محبتم که بدون او نفس کشیدن برایم خیلی دشوار است.
او ناموسی من، همسری آینده‌ام و مادر فرزندانم می شود انشاءالله. فقط از خداوند می خواهم مرا با او یک جا کند. دیگر چیزی نمی خواهم. چیزی منتظر هستم که مادرش راضی شود و لازم شود تمام عمر منتظر می مانم. آخر او می ارزد بین انتظاری ها و نگرانی ها و پزمان شدن هایم. او می ارزد. می داند که دوستش می دارم و باز می خواهم دوباره نه 100 باره ها برایش بگویم عزیزم دوستت می دارم و من همیشه با تویم.